جناب نمیکو کمی آروم شوید. آخر من تگی گپ ماندم چخیل من آروم شوم ایدیل. فرهاد آمد. شما مرا همینجا انتظار شوید. به حجرم موشه در آمده است. به پلیس سهمیه ها نرسیده کامپیوتر مرا گرفته است. داخل کامپیوتر خالی بوده؟ فرهاد جان، مگر تو نمیدونی که من ورقه خریدم را نیز با خود نگاه میدارم؟ در درون کامپیوتر خرید و فروش، حواله پول، خلاص همه چیز هست. آخر میوه نمیفروشیم کو؟ آن آدم کجاست؟ مشکلی هم همین است. آن آدم گریخته است. کسی با او تماس گرفته نمیتواند. به حجرم دوست در آمده است. مدیر محافظان نیست شده است. لعنتی خیب زده است. از این بر می آید که موش آدم است. باوری داری؟ چیکار میکنیم؟ اون لعنتی را چخیل میابیم؟ میداند که من رشته ای از همه آدم باوری ناکم را نیز کوتاه میبندم. تقا این چیست پسرم؟ آدمانی را که از آنها روی گردانیده ایم میتوانیم نظارت کنیم. بیهوده با آنها ساعت دستی را هدیه نکرده. در کجا بودن آن آدم را خواهیم دانست. برادر با تاکسیکلت رو در اینجا نمون. به جنازه میروم، زود میآیم. گوش کن. اینجا بیا پسر. گذر. آقا شما چی کار میکنید؟ این را بگیر. اینها از آن توست. گیر. این چیست آقا؟ نام تو چیست؟ ایلکار. این کامپیوتر را گرفته. برگ آنجا پنهان کن. من بدتر آمده میگیرم. به کسی چیزی نگو. فهمیدی؟ اگر گفته این مرا کنی پولی بسیار را به دست میاری. راضی هستی؟ راضی ام آقا. آفرین. خاله بچه، به حیدر پاشا آمده امانت را بگیرید.
نمیخوام که با تو مناقشه کنم. از پیشم دور شو. اینطور باشد از آن نداده بگو آدم کامپیوتر کجاست؟ فرهاد پسرم، کی مرا دیدی که من گپ زده باشم؟ تو هم کی دیدی که من چیزی خواستم رو نگرفته باشم؟ میمورم و خواستم رو میکنم. مایلش همین خیر شود. مرد؟ حالا زنده است. کامپیوتر چی؟ نیست. در حقیقت؟ به فرما برید. من برم؟ تو به کشتی رفته همه جای را از نظر گذران. شاید کامپیوتر را به یگان جای پنهان کرده باشد. بابای تار بگو که حجره را تیار کند. من دختر را گرفته میارم.